خب دوستان ها ماشاءالله اردن حرکت کردیم سمت سراوان و متاسفانه ماشین نهیم خراب بود و ظاهرا دینا هم انتی شاید دقیقه 1 ساعت 1.5 ساعت کار داره تی آدمی زاگان هم آماده هم تو منتظر ما حالا گنده ماری چونه کابید एक कारवाई से करे ईगो की जवाब का شو انا تشرب اول بروجن كده کم اعتراض هم چیست اون شروع بمان تو دینا بھی جواب کرتا هر کتو ماشین شوشتا یار باش دینا بھی جواب کارواش ماشین هرگز دور نمیده نه باید کار هر وقتی نه تیر کرده میشه تراوانو یا تگوره کارواش کو حالا چه که تو رکش 1 ساعت اشکال نداره خیلی چیه کنالی؟ چیه کنالی؟ بڑیا داره بنزین مانجا در ریچین تنهی ماشین کماکان دینا برانه کب تو ظاهرا مشکلی فقط یک سیمی و سیمی غلط انشاءالله کرسید جور تو ما عازم سفر بود خاموش کو دواره کرد آقای حمزه بسم الله کن که بسم الله الرحمن الرحیم دیگه هنو تستی استار جان الحمدلله رب العالمین شما آقا سعید بالاخره هر کسی معاشد و مشکل سیم کشی داری بیاد سعید خاموش خب دوستان بعد از 2 ساعت تقریبا کار تمام بود و انشالله ما اگر دیگه مشکل پیش بیاید حرکت کنیم دوستان رسیدیم خوش بعد از 1.5 ساعت مسیر یکم که طولانی بود بخاطرش که ما توصیهش کرد که خیلی احتیاط کنن تو یواش برید ما هم یواش یاتین نکات ایمنی رعایت کرد و سرعت مطمئن یاتین تقریبا این 1.5 ساعت بود خوش رسیدیم انشالله حالا بگیدیم برنامه چین تو برین انشالله سمت سراوان که ما همراه بید منتوارون شما دوستانی حرکت کنید انشالله به سمت سراوان انشالله که سفری بی خطر بیتون تو در صحت و سلامت کامل به مقصد برسیم با ما همراه بید کما الله باید تو رو واقعا ناامید بود تو واقعا پیرمردی و نه؟ الله مشکیه داری جوب تکای این هم تو پشت پرمان نمیده یار بچه تو ماشین یار به تروسی ماشین چورانه روست پرای دیه نشانه ممو کنی داری دفعه کرده چیه داری آیده
دوستان احتمالا محل برگزاری نمایش ادامه بیا سنه سرا محلی که تماشاگران اینده احتمالا همیش بس منتظر بین که برین شما نکابتین جاریم بابا من سر کنداته خوب بوده گفته که چی که جوان بوده گم تا گربه تا تر کرده تا خوب بوده